با سلام خدمت بینندگان عزیز پیج مازندران سیستم و چنل یوتیوب مازندران سیستم. دوستان عزیز، من محمد مددی هستم و نزدیکای 3-4 ساله که تو زمینه‌های تعمیرات برد و نصب دوربین انواع اقسام دوربین مداربسته IPHD فعالیت میکنم و این کانال رو به این دلیل زدم که کسایی که به این کارها تعمیرات برد نصب دوربین علاقه‌مند هستن بتونن کنار بنده یه آموزش رایگانی رو ببینن و بتونن حداقل یک کسب درآمدی داشته باشن تو این زمینه ها. چنل بنده رو سابسکرایب کنید و ما رو گم نکنید. ویدیوهایی که آپلود میشه به زودی قرار آپلود بشه و حتما این ویدیو به درتون خواهد خورد. و کسایی که خیلی مثل بنده علاقه به تعمیرات برد دستگاه DVR و پاور سویچینگ 12 ولت که 20 آمپر، حالا انواع اقسامش رو 20 آمپر 10 آمپر فرقی نمیکنه، همه رو تعمیر میکنیم که هیچ فرقی با هم دیگه ندارن در کل. حالا آمپر مامپر اصلا فرقی نداره. و تعمیرات برد دوربین مداربسته که خیلیا حوصله‌شو ندارن و خیلی هم دارن تعمیرش میکنن و کلی هم درآمد دارن توشون، که همینجا مگه از یک نگاه دیده عادی هم نگاه کنید دو تا از خازناشون هم ترکیده است که باید عوض بشه. تعمیر لامپ LED که خیلی ساده است، اون هم باید آموزش میدیم و تعمیرات انواع اقسام محافظ برق که همچین چیزی هست و ما این آموزش میدیم که همتون تو این زمینه ها بتونین فعالیت داشته باشید. و یک چیز دیگه که ما اینجا نداریم و نیستش، ما تازه کارگاهمون رو زدیم که حالا فعلا قطعات داریم، تازه داریم خریداری میکنیم، تازه داریم جمع آوری میکنیم. یک چیز دیگه که اینجا نیست، یک دونه از بردای آیفون خونگی هم نیست، حالا بردای آیفون هم تعمیر میکنیم و که دیگه شما هم بتونید اونجا آموزش ببینید. حتما دوباره تاکید میکنم چنل ما رو سابسکرایب کنید، حتما ویدیوهایمون رو نگاه کنید و بتونید یه آموزشی گران رو ببینید. دوستتون دارم. یا علی، خدا نگهدارتون.